آقای دکتر، در پایان گفتگومون می‌خواستم یه خواهشی کنم. استفاده میکنم. یک حکایتی رو شما، من بارها و بارها این رو دیدم در فضای مجازی، از مولانا دارین و روایت میکنین در واقع که شخصی میره پیش شخص دیگری گندم از او میخواد. خیلی به نظرم زیباست و شما خیلی زیبا بیانش میکنید. اگر خسته نشدید این رو برای ما بگید. بزرگواری. که همه لذت ببریم. بزرگواری. چون خیلی زیباست. داستانی است که مرحومه پروین اعتصامی اشاره میکنه. در جای هم مولانا مشابه این داستان رو داره. در حقیقت دو داستان در یک فضا و در یک قالبن که ایام قحطی بود، زمین ها بایر بود، خشکسالی بود. کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه و برای سد جوع بچه هاش استفاده کنه. میره از آسیابان خواهش میکنه که بچه هم گرسنن. آسیابان هم یه مقداری گندم میرزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. این همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزتت گره از مشکلات مردم بگشا، گره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گره از این دردها، گره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گره کرد تا گره دستمال باز شد، همه گندم ها ریخت رو زمین، به شدت به هم ریخت. رو کرد به خدا گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بگشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودن دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمد، یک گره بگشودی آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت گندم‌ها رو جمع کنه، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتادی یکی همیان زر. همون جایی که گندم‌ها ریخته بود کیسه زری رو پیدا کرد. یه صدایی در درون بهش گفت تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. عقل را خود با چنین سودا شکار، کر مادرزاد را سرنا شکار. سجده کرد و گفت که رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن نعمتی است. مهران عزیزم، 2 بیت شعر از مولانا به جرئت میتونم عرض کنم. 2 بیت بنای زندگی منو تغییر داد. این 2 بیت رو به هر کسی توصیه کردم. میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بی باکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر.